بنی آدم اعضای یک پیکرند که اکنون پی قتل یکدیگرند. چو عضو به درد آورد روزگار، دگر عضوها را به آن یک چه کار؟ چنین گفت سعدی و گویم به آن، کجای تو سعدی عوض شد زمان. بنی آدمی امروزه دیو است و شر، یکی گرگ و آن بره باشد دگر. همه بی غم از محنت دیگران، به پیش کاسه خون و قاشق دران. جدال است و جنگ و برادر کشی، دیگر مانده سعدی کجا سرخوشی؟ تو کز محنت دیگران بی غمی، نشاید که نامت نهاد آدمی. تو گل گفته ای سعدی خوش سخن، چه گویم که نگفته سوزد دهن. تو در عهد خویش این چنین گفته ای، خدایت ببخشد کنون خفته ای. تو نیستی که ببینی در قرن ما، بنی آدم اینجا چه کرده است چه ها؟ چه اعضا ز پیکر برون کردند، به دندان جهان غرق خون کردند. همه بی غم از محنت دیگران، محبت کجا جمله زخم زبان. پدر را مروت ندارد پسر، نصیحت ندارد به قلبش اثر. کنیز است مادر در این عصرها، به خشتی جفا شد بنا قصرها. به نام حقوق بشر می کشیم، به تیغ و تفنگ و خنجر می کشیم. کجای تو سعدی ببینی چه سان، بنی آدم اینجا کشیده سنان. پی نان و جان و مقامند همه، ندارند ز خشم خدا واهمه. کجای تو سعدی که اعضای تن، ببینی فتاده است همه از بدن. بنی آدم اینجا بنی شوهت است، در این عصر ما هرچه هست محنت است.